بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، مصنف رحمة الله عليه میگوید المخالفة للثقات، مخالفت به شخصان ثقه یعنی روایت راوی وقتی که به شخصهای ثقه مخالف میبراید. در این باره کمتر مقدمه میکنن. میگوین اذا كان سبب الطعن في الراوي مخالفته للثقات وهو السبب السابع. این هفتمین سبب است که سبب طعن در راوی مخالفت او به شخصان ثقه است و شخصان باورینه روایت او مخالفت میکنند. این هفتمین سبب است. فينتج عن مخالفته للثقات 5 انواع من علوم الحديث. نتیجه از مخالفت راوی به ثقات 5 نوع از نوعهای علم حدیث برمی آید. یعنی ما گفتیم که در علما زیاده از 100 نوع حدیث ضعیف را ذکر کرد، حدیث عمومی حدیث را ذکر کردن. 100 نوع انواع علوم حدیث. از این 5 نوع آن چی است؟ 5 نوع آن سببش مخالفت آن به شخصان ثقه می باشد. و هی همون 5 نوع علمی حدیث را بیان میکنه. المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب والمصحف. انا همین 5 نوعهای حدیث های ضعیف گفتن که اگر مخالفت به تغییر سیاق اسناد باشد، اسناد اگر سیاق اسناد، رویش اسناد اگر تغییر یابد و در دیگر روایت های شخصان ثقه چنین نباشد، این مخالفت است. خواه به درآوردن موقوف به مرفوع، یعنی سخن صحابه را همچون سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم ذکر میکند، مثلا فیسمى المدرج، مدرج نامیده میشد. این 5 نوعها مدرج، مقلوب، مزید فی متصل اسانید، مضطرب، مصحف، در پایان هر یکی این را مصنف علاحده میبیارم. بنابراین مدرج چیست، مقلوب چیست و سخن نمیکنیم. و این كانت المخالفه بتقدیم او تأخیر فیسمى المقلوب، از کلمه قلب گرفته شده است. اگر مخالفت به تقدیم عباره یا تأخیر آن باشد، این حدیثی مقلوب نامیده میشد. این هم در سند هم میشد، در متن. و این كانت المخالفه بزیاده راو فیسمى المزید فی متصل الاسانید. اگر مخالفت در زیادتی راوی باشد، این مزید در متصل الاسانید نامیده میشد. و این كانت المخالفه بابدال راو براو او بحصول التدافع في المتن ولا مرجح فيسمى المضطرب. و اگر مخالفت به ابدال راوی به راوی باشد، یا راوی را جاش به دیگر راوی عوض کند یا اینکه در متن تدافع حاصل شود، یعنی متن به همدیگر مخالفت میکند، ولا مرجح، یگون در این دو روایت مرجح نیست، یکی از آنها را به دیگری راجح کرده نمی شود، فیسمى المضطرب. نام این حدیث مضطرب است که در پایان به تفصیل می آید مضطرب چی است. یعنی وقتی که میفهمید که حدیث مضطرب است، یعنی حدیث ضعیف است. مضطرب نوعی از نوعهای علمی حدیث است، هم در سند هم در متن میشه. و این كانت المخالفه بتغییر لفظ مع بقاء السیاق فیسمى المصحف. اگر مخالفت با تغییر لفظ باشد، لفظ تغییر یافته است با همراهی بقای سیاق باقی مانده است، نام این مصحف نامیده میشد که در پایان به تفصیل می آید که این هم در از سبب
یا بد بودن حفظ راوی یا ندانستن لغت عربی گاه به این مشکلی ها راوی ها دچار می شوند. بعد مصنف گفت که و الیک تفصیل البحث فیها علی التوالی، اینک من برای تو این بحث ها را به تفصیل بیان میکنم علی التوالی، پی در هم، یعنی همین 5 نوع علمی حدیث را به تو پی در هم ذکر میکنم. گفتن که الاول المدرج، اولین این قسم ها حدیث مدرج هست. تعریفه، مدرج چی است؟ شناسایی با کلمه مدرج، لغتا اسم مفعول من ادرجت الشیء فی الشیء اذا ادخلته فیه و ضمنته ایاه. در لغت عرب مدرج اسم مفعول است از کلمه ادرجتو، یعنی ادخلت الشیء فی الشیء، یه چیزی را به داخل یه چیز دیگر در آوردم. در کتاب های فقه میگن که مرده را به داخل کفن در آوردم. اذا ادخلته، اگر وقتی که مرده را به داخل در آوردم، فیه و ضمنته ایاه، یا اینکه همینه در ضمن دیگر چیز در آوردم. یعنی مدرج در آورده شده در بین دیگر چیز، این در لغت است. با اون اصطلاحا ما غیر سیاق اسناده او ادخل فی متنه ما لیس منه بلا فصل. در اصطلاح محدث ها حدیث مدرج آن حدیثی که سیاق اسنادش تغییر یافته شده است، یعنی اسناد از راه خودش به بیرون میبراید، از غیر اسناد کلام های بیگانه پیدا می شود، یا اینکه در آورده شده است در متنش آن سخنی که از متن نیست. بلا فصل یعنی به یگان جدایی، یگان قوس نیست، یگان خط نیست. مقصود به سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم سخن راوی یا سخن صحابه یا سخن یگان دیگر راوی هایی که پایان اصحاب است در آورده می شود و جدا کرده نمی شود. شخصی که حدیث را می خواند گمان می کند که همین عباره هم سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته، حالا که همین عباره، همین کلمه از سخن پیامبر علیه السلام نیست. خب اقسامه، مدرج به چند قسم تقسیم میشد. المدرج قسمانی، مدرج الاسنادی و مدرج المتنی. مدرج به 2 قسم تقسیم میشد، مدرج اسناد و مدرج متن. الف مدرج الاسنادی تعریفه هو ما غیر سیاق اسناده. مدرج اسناد چیست؟ آنه که سیاق اسنادش تغییر یافته است. سیاق به کدام معنا؟ سیاق یعنی که ساق یسوق راندن، یعنی رویش اسناد تغییر می‌یابد. من صوره ان یسوق الراوی الاسناد فیعرض له عارض. از صورت‌های مدرج این است که برادرها راوی یک سند را میراند، میگوید که حدثنا فلان عن فلان عن فلان فیعرض له عارض. وقتی که همین سخنها را میگوید یک چیزی نو پیدا میشد. عارض یعنی عرض یعرض، یک چیزی نو پیدا میشد. مثلا در زمانی ما تلفن میشد، میگه تلفن رو میبردارید میگوید که لبای میگوید، مثلا در مابین کلمه های به من فلانی گفت به من فلانی گفت لبای میشد. آدمی که شنید گاه های خیلی آنه به من فلانی گفت به من فلانی گفت به من لبای گفت، مثلا در سیاق اسناد تغییر مییابد. فیقول کلاما من قبل نفسه، راوی یک گپی میگوید از پیش خودش در مابین سند، یا مثلا عطسه میدهد و الحمدلله میگوید مثلا. فیظن بعض من سمعه ان ذلك الكلام هو متن ذلك الاسناد. بعض آدم ها گمان میکند که همین سخنی که در مابین سند پیدا شد اینم متن سند است، اینم به سند داخل می شود. گفته فکر میکند. فیرویه عنه كذلك فیتغیر سیاق الاسناد. بعد همین گونه روایت میکند
به همین سیاق اسناد تغییر می‌یابد. مثال می‌برم برای واضح شدنش. برادرها هوشیار هستید، واقعا مدرج یعنی عموما علمی مقصد باید که اهمیت دهید، کمتر هوشیار باشید. مثاله قصة ثابت بن موسى الزاهد فی روایته. ثابت ابن موسی یک شخص بود زاهد در روایتش. زاهد یعنی شخصی چی؟ زاهد گفته یک شخص میگن که از دنیا و از زیب و زینت دنیا از حلال پرهیز میکند، از چیزهای حلال زهد میکند. من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار. این حدیث صحیح است. ابن ماجه رحمت الله علیه روایت کردن، پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه فی النهار. کدام انسانی که در شب نمازش بسیار باشد، روش در روز زیبا میشد. یعنی یکی از سبب‌های زیبا شدن، شخصی صاحب نور شدن، این نماز شب است. نماز شب در حقیقت برای انسان نور میبخشد. اصل القصه ان ثابت بن موسى دخل على شریک بن عبد الله القاضی وهو يملي. اصل قصه چخیل است؟ ثابت بن موسی به نزد شریک ابن عبدالله قاضی داخل می شود و مجلس املا و مجلس حدیث وارد می شود که حالا که شریک ابن عبدالله یملی یعنی حدیث می گفت. حدثنا فلان عن فلان می گفت و یقول حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت و ما اعمش گفت یعنی سلیمان ابن مهران عن ابي سفيان عن جابر رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته بود که کی وارد شد؟ ثابت ابن موسی در آمد در همین وقت. و سکت لیکتب المستملی. شریک ابن عبدالله باز استاد تا اینکه مستملی نویسد. مستملی اگر شما به پایان حاشیه فرایید، المستملی هو الذي يبلغ صوت المحدث اذا كثر الطلاب في المجلس. مستملی آن آدمی که سخنی محدث را به دیگرها میرساند اگر طالب علم در مجلس بسیار باشند. در اون زمان میکروفون نبود، یک شخص دورتر از محدث میشنوید به یک مکانی که صدای محدث را به پررگی به خوبی میشنود. سپس مصنف یک جمله را میگوید محدث و سکوت میکند تا اینکه مستملی همین سخنی که شنید به دیگرها رساند به آن طرف. و گاه اگر مجلس وسیع باشد در آن طرف هم باید مستملی دیگر است، او هم از این مستملی دومی شنیده به دیگرها میرساند. با همین گونه علم میگرفتند رحمت الله علیهم. شریک در اینجا چیکار کردن؟ باز ایستادن. برای چی باز ایستادن؟ تا اینکه مستملی یعنی حدیث را برای آنها رساند برای دیگرها. فلما نظر الی ثابت، وقتی که دیدن که از در ثابت در آمد، برای ثابت نگاه کردند و در آنجا در کدام جمله ایستاده بودند؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته ایستاده بودند. ثانی وقتی که ثابت دیدن، به فکرشون به خیالشون حدیث آمد. حدیثی من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار. کدام شخصی که نمازش در شب بسیار شود، روش در روز پر نور می شود، زیبا می شود. حدیث گفتم و قصد بذلك ثابتا لزهده و ورعه. مقصود شریک از ایراد این حدیث یعنی ثابت دیدن که روحش روحای پر منور است، شخصی نورانی هست. گفت مقصودشون از ایراد این حدیث همین بود، برای زهدی ثابت و ورعش. فرق زهد و ورع چیست برادران؟ فرق زهد از ورع چیست؟ و قصد بذلك ثابتا لزهده و ورعه.
ثابت شخص زاهد و شخص صاحب ورع بود. زهد ورع آن آدمی که از شبهات پرهیز میکنه، چیزهایی که شبهناک است، حرام هم نیست حلال هم نیست، به حلال هم مانندی دارد به حرام هم مانندی دارد، شبهناک. از چیز شبهناک شخصی که پرهیز میکند وای ورع حساب میشه. آن آدمی که از حرام پرهیز میکند وای تقوادار حساب میشه. شخصیتی که از حرام خودداری میکند وای شخصی با تقوا هست. شخصیتی که از شبهناک پرهیز میکند وای شخصی صاحب ورع هست. و شخصی که از حلال پرهیز میکند برای آنکه حلال هم حساب و کتاب دارد پرهیز میکنه، این شخص زاهد است. مقصد به زیب و زینت دنیا دل نمیبندد، پرهیز میکند، چیزهای قیمت نمیخورد، مثلا اگرچه حلال است چیزهای قیمت نمیپوشد، اگرچه حلال است مقصد جوابگری دارد، گفته پرهیز میکند، این زاهد است. از سبب زهدش و ورعش همین حدیث را برویش گفتند فظن ثابت گمان کرد که انه متن ذلك الاسناد، این متن آن اسناد است. کدام اسناد است؟ گفتند که حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفتند و سکوت کرده بودند تا اینکه مستملی حدیث به دیگرها رساند که همین وقت ثابت در آمده بود. بعد بر روی ثابت نگاه کردند من کثر صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار، همین حدیث گفتم. ثابت گمان کرد که همین متن یعنی متن اسناد بالایی است، گفته بعد همین گونه روایت میکرد، حالان که این گونه نیست. فکان یحدث به كذلك، بعد ثابت همین گونه روایت میکرد، یعنی روایت میکرد که شریک گفت که حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، گفته اسناد دیگر حدیث به متن دیگر حدیث میماند. همین نامش چی است؟ مدرج در اسناد است. مدرج المتنی ما با اون مدرج المتنی، مدرج متن چگونه میشه؟ تعریفه ما ادخل فی متنه ما لیس منه بلا فصل، آن کلمه یا جمله که در متن حدیث در آورده شده است حالان که آن جمله در آورده شده از متن حدیث نیست و این چنین بلا فاصله هست. از حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله فاصله نگذاشته است، راوی یگان جدا نکرده است تا اینکه دیگرها فهمد که همین دو عباره یا دو جمله یا دو کلمه از سخن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. اقسامه ثلاثه و هی، مدرج متن به سه تقسیم میشد و آنها کدام است؟ الف ان یکون الادراج فی اول الحديث و هو قلیل لكنه اکثر من وقوعه فی وسطه. اولین قسمش این که ادراج در اولی حدیث باشد، حالی حدیثی سخنی پیامبر شروع نشده اول یک گپ پیدا میشه و هو قلیل، این کم است، لیکن این نوع بسیارتر است از واقع شوی ادراج در مابین متن پیامبر صلی الله علیه و متن حدیث، در مابین سخنی پیامبر صلی الله علیه و کلمه بیگانه پیدا شدن، این در مابینش است. در بدایتش بسیارتر است، اگرچه کم است بسیارتر است از آنی که در مابین می شود. با اون ان یکون الادراج فی وسط الحدیث و هو اقل من الاولی، دومینش این که ادراج در مابین حدیث واقع شد و این کمتر از بالایی. جیم ان یکون الادراج فی آخر الحدیث و هو الغالب، این که ادراج در آخر حدیث شود و این از غالب. اکثر مدرج ها یعنی که سخنهای غیر پیامبر صلی الله علیه و سلم است به سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم بدون فاصله همراه کرده می شود. شخص قاری حدیث فکر میکند که این سخن پیامبر است حالان که سخن پیامبر نیست. از همین حساب انا همون چیزی مدرج حدیث ضعیف حساب می شود. اگر حدیث بالایی حدیث پیشنگیش صحیح باشد همین عبارت ضعیف می شود. خب امثله له، مثال ها برای مدرج متن.
مثال لوقوع الادراج في اول الحديث. مثال برای واقع شوی ادراج در اول حدیث. در اول حدیث سخن بیگانه و سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه میشد. و سببه ان الراوی يقول كلاما يريد ان يستدل عليه بالحديث. سببش غالبا این خیر میشد که راوی یک کلامی را میگوید، مقصدش این که همین کلام میگوید و بعد از حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم دلیل میآورد. مثلا میگن که فلان عمل حرام است چون پیامبر صلی الله علیه و سلم از این نهی کردن و نهی پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت به حرام میکنه. این سخن ما واضح تر است. اما اگر یک سخنی خودش گفت و بدون قال رسول الله صلی الله علیه و سلم سخنی پیامبر صلی الله علیه و سلم بیارد همچون حدیث، گمان میکند شخص قاری یا شنونده که اینم از آن حدیث است گفته. مثالش چه خیلی خافعتی بهی بلا فصل، بدون فصل می ذکر میکند. فیتوهم السامع ان الكل حدیث، شخص شنونده گمان میکند که همش حدیث است گفته. مثاله ما رواه الخطيب من رواية ابي قطن وشبابة فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. مثالش همین حدیث است، یعنی ادراج در بدایت حدیث آمد. روایتی که خطیب بغدادی از ابی قطن از شبابه یعنی دو کس فرقهما بین آنها جدا کرد، یعنی وقتی جدا کرد. شبابه دیگر کس است، ابی قطن دیگر کس است. از شعبه هر دو روایت کردند، از محمد بن زیاد از ابو هریره رضی الله عنه پیامبر صلی الله علیه و آله گویا گفته باشند که اسبغ الوضوء، طهارت را مکمل کنید. ویل للعقاب من النار، وای بر آن عقیبه های پایه که در وقت طهارت خشک میماند. این حدیث ویل للعقاب من النار حدیث بخاری است. در کتاب علم آوردن امام بخاری باب درباره این که علم را با آوازی بلند گفته میشد گفتن. چون که برنامه در سفر بودن، از دور دیدن که صحابه ها طهارت کرده ایستاده اند و عقیبه های پاهای آنها مانند قدر ناخن خشک مانده است. وقتی که انسان سراسیمه طهارت میکنه و اهمیت نمیدهد، عقیب پای انسان برابر عاشق پاس از طرف قفاش غالبا خشک میماند تا آنجا رو با دست انسان تر نکند. صحابه ها نمیدانستند که پاهاشان خشک ماند، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار گفتند 3 مراتبه. این امام بخاری با باب درباره علم را 3 مراتبه تکرار کردن هم آوردگی هم با چندین مراتبه در صحیح بخاری آمده است، لیکن در کتاب علم 2 بار آمده است. یک بار باب درباره علم را داد گفتن ممکن است، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم فنادى باعلى صوته، با آواز بلندشان ندا کردند. ندا از دور میشد، ندا از دور میشد. ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار 3 مراتبه ویل باد بر آن عقیبه هایی که در وقت طهارت خشک میماند. در اینجا صحابه ها را معذور ندانستند، چون انسان باید به عبادت خود اهمیت دهد. خب خلاصه کلمه اسبغ الوضوء مدرج است. فقوله اسبغ الوضوء مدرج من کلام ابی هریره. کلمه اسبغ الوضوء در اینجا مدرج است، یعنی مدخل است، در آورده شده است از کلام ابو هریره رضی الله عنه، کما بین فی روایت البخاری عن آدم عن شعبة عن محمد بن زیاد عن ابی هریره رضی الله عنه قال اسبغ الوضوء فإن ابا القاسم صلی الله علیه و سلم قال ویل للعقاب من النار. ببینید در صحیح بخاری از استاد امام بخاری آدم هست، آدم ابن ابی ایاس استاد امام بخاری است. امام بخاری گفتن که عن آدم روایت از آدم کردن، از شعبه، از محمد ابن زیاد، از ابو هریره رضی الله عنه. ابو هریره گفتن که اسبغ الوضوء، ای مردم شما طهارت خود رو مکمل کنید. فإن ابا القاسم صلی الله علیه و سلم، چون ابو القاسم
پدر قاسم کی است؟ پدر قاسم صلوات ربی و سلام علیه گفتند. پدر قاسم مقصد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. پسری کلانشان قاسم بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم خودشون قاسم گفتند. انما انا قاسم والله معطی. من قاسم هستم، الله تعالی معطی هست. قاسم تقسیم کننده. وقتی که خیر تقسیم کردن، بعضی انسان ها به پیامبر صلی الله علیه و سلم شکر گفت. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم انما انا قاسم، من فقط تقسیمات کننده. والله معطی، عطا کننده الله است، دهنده الله است، ملک از آن الله است، من فقط وظیفم تقسیم کردن است. قاسم به همین معنا. پیامبر صلی الله علیه و ابوالقاسم بودند و در زمان خودشان نهی کردند که یگان انسان ابوالقاسم باشد. بنابراین علما رحمت الله علیه گفتند که این مخصوص به زمان خودشان است. یعنی یگان کس باید هم، بعضی گفتند که هم نام انسان محمد باشد و هم نام پسرش هم قاسم باشد، ممنوع است در زمان پیامبر صلی الله علیه و نام کسی محمد باشد، باید نام بچه در زمان پیامبر صلی الله علیه و قاسم نماند بود تا اینکه با پیامبر صلی الله علیه و سلم چی نشود. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و در بازار بودند که یک شخص ابوالقاسم گفت، ای پدر قاسم. که جناب رسول الله صلی الله علیه و نگاه کردند که ما ایاک اردت، منظوری من شما نبود. گفت یعنی مقصد من دیگر ابوالقاسم فریاد کردم. بعد پیامبر صلی الله علیه و گفتند که نام من نامگذاری کنید ولا تکنوا بکنیتی، کنیه من به خود کنیه نگیرید. گفتن علما میگن که این مخصوص به زمانشان بود. میگن خب چون ابوالقاسم صلی الله علیه و سلم پسر اولینشان بود و در سن خردسالی گذشت، چون ابوالقاسم صلی الله علیه و سلم گفتند که ویل للعقاب من النار. گفتند در اینجا سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم از سخن ابو هریره جدا شد. ما از این فهمیدیم که از روایت بخاری اسبغ الوضوء مدرج بوده است. فهمو برادران. قال الخطيب وهم ابو قطن وشبابته في روايته ما له عن شعبة على ما سقناه وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم. امام خطیب بغدادی گفتند که در حقیقت ابو قطن و شبابه در روایت خود از شعبه، خیلی که ما اسناد شعبه را در بالا ذکر کردیم، سقناه یعنی به شما خواندیم، وهم خطا کرد در آن روایت. در حقیقت جمع غفیر یعنی شخصیت های زیاد مانند روایت آدم ابن ابی ایاس روایت کرد. گفتند باون مثاله لوقوع الادراج في وسط الحديث، مثال مدرج که در مابین حدیث واقع میشد. حدیث عایشه فی بدء الوحی، حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها در ابتدای وحی، یعنی حدیث در صحیح بخاری هست که راویش حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها است. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فقوله وهو التعبد مدرج من كلام الزهري. خب حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها در بدایت وحی که پیامبر صلی الله علیه و سلم کان یتحنث، گفتن کلمه تحنث آوردن. کلمه تحنث کلمه غریب است، یعنی غریب الحدیث میگن. غریبی حدیث یک کلمه که به همه شناس نیست. از کلمه غریب یا آدمی که به یک شهر میدراید غریب است، یعنی همه او رو نمیشناسن. همین کلمه یتحنثو، این کلمه که عموم عرب ها اینا نمیداند معناشه. سخن های زبان عربی را، همه سخن ها را همه عرب ها نمیداند. غریب حدیث هست، غریب سخن ها هست، کلمه های هست که عرب ها معنای اون رو نمیفهمند مگر هم بازگشت به کتاب های لغت، بازگشت به کتاب های علمی نکنند. بنابراین غریب میگن. یتحنثو
کلمه ای که اکثر آنهایی که زبان عربی رو میدونند نمیفهمند. بنابراین کان النبی صلی الله علیه و سلم یتحنث فی غار حراء، پیامبر صلی الله علیه و سلم در غار حنا تحنث میکردند. و هو التعبد، و همون تحنث تعبد است گفتن، یعنی کلمه یتحنث را تفسیر کردند، ترجمه کردند تا اینکه دیگرها فهمد. و هو التعبد، و همون کلمه تحنث تعبد است به معنی، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم در غار حرا عبادت میکردند. کی؟ اللیالی ذوات العدد، شبهای به شمار. بعضی علما میگن که مقصد از کلمه به شمار یعنی کم است، و بعضی علما میگن که مقصد زیاد است. و بدرالدین عینی میگن که در اینجا ذوات العدد منظور یعنی خیلی که در دیگر حدیث آمده است، یعنی یک ماه است، یعنی این بسیار است. یک ماه جناب رسول الله وقتی که اینجا کلمه شب گفتن منظور روزش هم در بر میگیرد، یعنی یک چند وقت ها بعضا میگن در رمضان چه میکردن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در غار حرا پیش از اون که پیغمبر شود خلوت نشستن به ایشان محبوب گردانیده شد. بنابراین یکی از شرط های طلب علم خلوت نشستن، در خانه خالی نشسته علم گرفتن. بنابراین ابن عساکر پرسیدن که از امام مالک و از دیگر گذشتگان هم آمدگی است، از همه در دنیا چیزی محبوب و دوست داشته به شما چی است؟ میگفتن که بیت خالین و اسناد عالین، خانه خالیه که در آن علم گیریم، یعنی کسی تشویش ندهد، غم ندهد، چون در آن جایی که زن و فرزنده هست جهل است. الاهل و الجهل ساکنان فی بلد، اهل و جهل در یک شهر زندگی میکنند. یعنی اگر شما خواهید که در نزد اهل و زن و فرزنداتون علم گیرید، غالبا علم نمیگیرید. الاهل و الجهل ساکنان فی بلد، اهل و جهل اینها در یک جا زندگی میکنند. برای طلب علم، برای عالم شدن باید انسان سفر کند، یا اینکه در شهر خودش خلوت نشیند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از آن که وحی آمد خلوت نشستن را دوست می‌دارند. بنابراین ابن هلال شرط های طلب علم را بیان کرده بود که یکمینش به له تغرب، برای علم غریبی کش، له تغرب و تواضع و جوع و هون و عصی هواک و اتبع. 7 شرط های طلب علم در دیگر درس انشاءالله بیان میکنیم. شرط اول تغرب، غریبی کش، برای آنکه در شهرش تمام علما برای طلب علم سفر کردند غیر یک انسان که نادر است، یعنی غیر یک انسان به منظور یعنی از مشهورها. النادر لا حکم له، غالبا انسان برای طلب علم سفر میکنه. امام بخاری 16 سال حدیث جمع کردن، بعد صحیح بخاری رو نوشتن از مهنتی 16 ساله سفر. همه علما سفر کردگی هستند برای طلب علم. غیری شیخ الاسلام ابن تیمیه سفر نکرده، علمی بحر گرفتن، برای آنکه در دمشق از همه نوع علما بود، حاجتی سفر نداشت. بعضی کشورها واقعا صاحب علما هست، بسیار عالمان زیاد دارد شهر، حاجتی سفر نیست، فقط حاجتی جد و جهد است. شاید یک خانه خالی، یک غرفه خالی، یک شقه خالی انسان اجاره میگیرد یا میگیرد و همونجا طلب علم میکند که از تشویش های دنیا اضافگی باشد. خب در اینجا کلمه و هو التعبد، فقوله و هو التعبد مدرج من کلام الزهری. کلمه و هو التعبد مدرج است، در آورده شده است به میان حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله از کلام زهری، ابن شهاب زهری، محدث شیخ امام مالک رحمت الله علیهما. خلاصه همین کلمه و هو التعبد این مدرج است. بینید امروز در کتاب ها وقتی که علما مدرج بودن این بیان کردن فاصله گذاشته شده است، یعنی کلمه و هو التعبد هم با کلمه و هو آوردگی است، هم دو تیره موندگی هستند که با مقصد از سخن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم جدا شود. این مثال مدرج در میان حدیث است که این بسیار کم است، یعنی شرح کلمه غریب است. جیمون
مثال لوقوع الادراج في آخر الحديث، مثال برای واقع شوی ادراج در آخر حدیث. حدیث ابی هریره رضی الله عنه مرفوعا للعبد المملوك اجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. حديث أبي هريرة مرفوعا للعبد المملوك أجران. حدیث ابو هریره مرفوعا یعنی به پیامبر صلی الله علیه و سلم برداشتن، یعنی از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردن للعبد المملوک اجران، بنده ای که مملوک هست یعنی مالک دیگر کس هست 2 اجر میگیرد. برای چی؟ او بیچاره هم اطاعت الله سبحانه و تعالی میکند، هم اطاعت خواجه خود میکند، برای همین 2 اجر میگیرد. او را الله سبحانه و تعالی با تقدیرش مملوک آفریده است، غلام کرده است. یعنی اگر بنده مسلمان باشد و غلام باشد برای او 2 اجر است، اجر اطاعت الله تعالی و اجر اطاعت صاحبش. بعد گفتن که والذی نفسی بیده، قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، الله تعالی، یعنی لولا الجهاد فی سبیل الله، اگر جهادی در راه الله نمیشد والحج و حج نمیشد و بر امی نیکی کردن به مادرم نمیشد لاحببت ان اموت و انا مملوک، دوست می داشتم که من مملوک از دنیا گذرم، یعنی مملوک باشم، غلام باشم. انا همین سخن ابو هریره است برادرای عزیز. قوله والذی نفسی بیده الى آخره، کلمه الف لام خای دیدید 3 نقطه موندن، والذی نفسی بیده 3 نقطه الخ، یعنی این کوتاهی کلمه الى آخره. اگر شما خواهید که حدیث یک قسمش بیارید و همش ذکر نکنید یا آیت، شما باید الى آخره گویید یا الآیه گویید یا الحدیث گویید، آخرش به الى آخر الحدیث گویید، برای آنکه سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن دیگر کس نچسبد. یا خواهید که سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم برید آیت از نصف شاهد بیارید، باید چیکار کنید؟ همین کلمه ها را استفاده برید. فقوله والذي نفسي بيده الى آخره من كلام ابي هريره، انا همین والذي نفسي بيده تا آخرش سخن ابو هریره است. چوبه؟ لأنه يستحيل أن يصدر ذلك منه صلى الله عليه وسلم، چون این سخنها از زبان پیامبر صلی الله علیه وسلم صادر شدنش مستحیل است. لأنه لا يمكن أن يتمنى الرق، چون که ممکن نیست که پیامبر صلی الله علیه وسلم غلامی را چی کنن؟ تمنا کنن. برادرها بعضی کارهای هست که باید انسان تمنا نکند. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم لا تتمنوا لقاء العدو، شما واخوردن دشمن تمنا نکنید یا که مرگ تمنا نکنید. تمنا کردن بعضی کارهای منع است. تمنا یعنی آرزو کردن. ممکن نیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم غلامی را آرزو کند، چون که غلام یک شخص است که او نه راهبر شده میتواند نه امیر شده میتواند، برای آنکه او در بالاش دیگر فرمانده هست، شخص آزاد نیست. و غلام اصل غلامی این کفر است که در باب کتاب رق، در کتاب‌های فقه، در آخرین باب‌های معاملات درباره غلامداری، احکام آزاد کردن غلام و دیگر کارها چی ذکر هست، احکام غلامداری. خب ولی ان امه صلوات الله و سلامه لم تكن موجوده حتی یبرها، چون مادری پیامبر صلی الله علیه و نبود، زنده نبودن در آن وقت که پیامبر صلی الله علیه و سلم آرزوی خدمت مادر کنند. یعنی که اگر جهادی در راه الله نمیشد، اگر حج نمیشد، اگر خدمت مادرم نمیشد، من تمنا دارم که غلام وفات میکردم. یعنی این آرزو و سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست. این کلام ابو هریره رضی الله عنه است که این مدرج است
و از نوعی چی خیل هست؟ از نوعی مدرجه که در آخری حدیث به سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم چسبیده است. شما با بالای مراتب نگاه کنید. از ابو هریره مرفوعا للعبد المملوك اجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك، همش پیوست در یک جا ذکر شده است. شنونده گمان میکند که این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اگر شنونده هوشیار باشد، یعنی به کافت و کو و جستجو می‌دارد که چگونه پیامبر صلی الله علیه و سلم غلامی را تمنا می‌کردند. یک دومینش چقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم آرزوی خدمت مادر کرده، حالان که مادرشان در ایام کودکیشان وفات کرده بود. خب دواعی الادراج یعنی سبب‌های ادراج. دواعی یعنی چیها مجبور کرد که ادراج پیدا شد. دواعی الادراج متعددة اشهرها ما یلی. دواعی یعنی سبب‌های ادراج گوناگون است. مشهورترین آن در نقطه های زیرین به شما ذکر میکنم. الف بیان حکم شرعی، بیان یک حکم شرعی. راوی حدیث میگوید برای دیگرها واضح شده یک حکم شرعی و هو حلال و هو حرام، مثلا یک حکم شرعی ذکر میکنه. با اون استنباط حکم شرعی من الحدیث، یک استنباط میکنه از همین حدیث. یک چی؟ این حدیث دلالت میکند که مثلا دلالت میکند فلان عمل حلال است یا فلان عمل واجب است یا فلان عمل مکروه است یا مستحب است. گفته یک چی استنباط میکند قبل ان یتم الحدیث، پیش از آن که سخن را به پرگی تمام کنه حدیث را. جیم شرح لفظ غریب من الحدیث. جیم یعنی شرحی لفظی غریبی، یک کلمه غریب میبیاد، کلمه نفهمو، مردم طالب علم نگاه میکنن که این کلمه چی معنی داشته باشد، بعد استاد شرح میدهد که تا اینکه برای مردم حدیث واضح و روشن و فهمو شود. و بعضی ها گمان میکنند که همین هم سخن پیامبر علیه السلام است گفته و همین ادراج است. کیف یدرک الادراج، چگونه ادراج را درک کرده میشود، یعنی چگونه فهمیم مدرج بودن حدیث را. یدرک الادراج بامور منها، ادراج با چند کارهای درک کرده می شود، فهمیده و شناخته می شود. از جمله الف ورود الحدیث منفصلا فی روایت اخرى، وارد شدن حدیث در روایت دیگر منفصل، یعنی مدرج از حدیث منفصل آمده باشد. مانند حدیث ابو هریره که حضرت آدم استاد بخاری آدم ابن ابی ایاس روایت کرد، روایتی که از طریق آدم آمده است، در آنجا سخن ابو هریره از سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم جدا است. ما در اینجا در دیگر روایت پیوست آمدگی است. بنابراین بهترین راهی تخریج برادرای عزیز، اگر شما بهترین راهی فهم حدیث، بهترین راهی حکم کردن به حدیث جمع طرق حدیث است. یک حدیث را همشه در پیشتان میمانید. حالا حدیث جمل جابر بینید، حدیث شطور جابر امام بخاری در 40 جای صحیح بخاری آوردن. حدیث انما الاعمال بالنیات در 7 جای صحیح بخاری آوردن. بعضی حدیث ها را 20 مرتبه امام بخاری در صحیح بخاری تکرار آوردن. همین 20 حدیث گیرید یک جا مونید، همش نگاه کنید، روایت ها مختلف هستند، لفظ ها گوناگون هستند، یک چیزای نو پیدا میکنه. شما علاقه حدیث میفهمید. حدیث در مسند امام احمد آمده است که به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم یک گروهی آمدند تا اینکه بیعت کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم با 9 نفری آنها بیعت کردند، یک نفری آنها را بیعت نکردند. گفتن یا رسول الله با 9 نفری اینها بیعت کردی، با 1 نفری آنها بیعت نکردی. گفتن که این علیه تمیمه، این تومار دارد. گفتن سپس لفظی حدیث همی خیلی است که پس تومار را کند. کی کند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم توماری اون مرده که کندن یا خودی صاحبی تومار کند؟ نیست. این خیلی گفت فقطع تمیمته، تومارش را کند. کی کند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم کندن یا خودی صاحبی که خودی صاحبی تومار کند؟ البته صاحبی که تومار کندگی است، چون در روایت حاکم در مستدرک آمده است با لفظی
فقطع الرجل التمیمه، پس همون مردک تومار را کند. یعنی هذا صریح بان الرجل هو الفاعل، این دلالت میکنه که خودی همون مردک صاحبی تومار را کنده پرداخت، نه پیامبر صلی الله علیه وسلم. یا در حدیث عمر در صحیح مسلم وقتی که جبریل با لباس سفید به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم در صورت یک مرد مسافر، گوییم مسافر نه، غریب گوییم غریب نه، مقیم گوییم مقیم نه، تو موهاش سیاه، ریشهاش سیاه، لباساش سفید، نه گرد و غباری نیست در بدنش، آمده به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و فاسند رکبتیه الی رکبتیه، دو زانوی خود را به دو زانوی پیامبر صلی الله علیه وسلم تکیه کنانید، رسانید. و وضع کفیه علی فخذیه، و دو دست خودش را بر دو رانش گذاشت. فوضع کفیه علی فخذیه، دو دست خود را به دو رانش گذاشت. به دو رانی کی؟ آیا به دو رانی خودش گذاشت یا به دو رانی پیامبر صلی الله علیه وسلم گذاشت؟ در دیگر روایت آمده است که فوضع کفیه علی فخذی النبی صلی الله علیه وسلم. اگر همون لفظ صحیح باشد آن آمده است دو کفهای خود را فوضع کفیه علی فخذی النبی صلی الله علیه وسلم. ضمیر در اینجا روشن‌تر آمد، دو کفش را به دو ران جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم گذاشت. همین گونه وقتی که شما تمام روایت ها را جمع میکنید، هم معنای حدیث را خوب میفهمید، هم مدرج را از غیر مدرج جدا میکنید، هم مخالفت ثقات را جدا میکنید، همه گونه برای شما اشکالیات هایی که در یک نوع روایت پیدا شده بود وقتی که روایت ها را جمع میکنید برای شما کشاده میشد که این تخریجی سند است. و اگر شما خواهید که به علم تخریج مشغول شوید، صاحب علم تخریج شوید، باید تمام روایت ها را جمع کنید. خب با اون التنصیص علیه من بعض الائمه المطلعین، دویم طریقه شناختن حدیث مدرج این است که نص آید از بعض امام هایی که آگاهی کلام دارن از علم حدیث. امام های علم حدیث نص صریح بیارد، لفظ صریح گوید که انا همین کلمه مدرج است گوید، ما میفهمیم که همین کلمه مدرج بود است. دویمین نوعی فهمیدن مدرج. جیم اقرار الراوی نفسه انه ادرج هذا الكلام. سیومینش اقرار خود راویه که حدیث را روایت کرده است و ادراج کرده است به حدیث پیامبر سخنی خودش را در آورده است. اگر خودش صراحتا گفت که این دو جمله، این دو کلمه از انتاج من است، مال من است گوید، ما میفهمیم که چی است؟ این کلمه ها مدرج است. دل استحالة کونه صلی الله علیه وسلم یقول، مستحیل بودنی گفتنی این سخن از پیامبر صلی الله علیه وسلم. مانندی خیلی که ابو هریره گفت اگر خدمتی مادرم نمیشد، گفت اگر خدمتی مادرم نمیشد من چیکار میکردم؟ گفت یعنی غلامی را آرزو میکردم. گفت و ما میفهمیم که پیامبر صلی الله علیه و مادر نداشتند و گفتنی پیامبر صلی الله علیه و این سخن را مستحیل است، یعنی ناممکن است. حکم الادراجی، خب ما فهمیدیم که همین حدیث ادراج است، یعنی همین عباره مدرج است، به حدیثی پیامبر صلی الله علیه و در آورده شده است. چی میشد؟ الادراج حرام باجماع العلماء، ادراج حرام است به اجماع علما. بنابراین باید حرکت کنیم که ادراج نکنیم. وقتی که سخنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوییم در مابینش دیگر سخن نکنیم. مثلا ما سخنی پیامبر صلی الله علیه و گفته ایستادیم، یا آدم در آمد و السلام علیکم و علیکم السلام نمیگوییم، یا عطسه داد یرحمک الله نمیگوییم، مگرم بعدی به پایان رسیدن حدیثی پیامبر صلی الله علیه و به آخر رسید گفته بعد میگوییم. اگر شما با کتاب‌های علما اهمیت داده باشید، وقتی که در مابین کلامش سخنی یا آدم آورد از روی امانت علمی است که قال شیخ الاسلام رحمه الله، شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفت
من اراد ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله. کدام آدمی که خواهد که با قوتترین مرد روی دنیا باشد پس وی توکل به الله کند. انتهى کلامه رحمه الله. سخن شیخ الاسلام الله رحمتش کند به آخر رسید گفته. بعد با دوامی گفته گفتن کار تا اینکه سخن شیخ الاسلام، سخن ابن القیم یا سخن دیگر از علماها به سخنهای دیگرها همراه نشود، جدا باشد سخن هر یک آدم. من باب اولا آیت قرآن، حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم از دیگر سخنها باید جدا باشد. بنابراین قصداً در مابین سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم ادراج کلام بیگانه حرام است. بنابراین امام مالک شیخ الاسلام تیمیه نقل کردند که در مجموع فتاوا 16 مراتبه گشتم گزید و امام مالک صبر کردند سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم به آخر رسوند. حدیثی دراز بود، سخن به آخر رسوند. در مابینش مرا گشتم گزید وای داد نگفتند. برای چی؟ برای آنکه مدرج میشد. سخن بیگانه به مابین سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌دارد. بنابراین ما باید احترام سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم کنیم. حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته ایستادیم یک انسان تلفنش به زنگ میشد میبردارد، گپ میزنه در بالای سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم. یا وقتی که حدیث میگوید یا آدم آواز بلند میبردارد، الله تعالی میگوید که آواز خود را از آواز پیامبر صلی الله علیه وسلم بلند نبردارید. در نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم و سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم باید آوازها پست باشد. خلاصه باید سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم احترام کرده شود، از دیگر سخنها جدا کرده شود. و ادراج حرام باجماع العلماء من المحدثین و الفقهاء و غیرهم گفتند. یعنی از علمای محدث ها، فقها و غیر اینها با اجماع آنها ادراج حرام است. یعنی به سخن پیامبر سخن بیگانه را در آوردن حرام است. و یستثنى من ذلك ما کان لتفسیر غریب. استثناء هست از این حکم، یعنی از حرام بیرون برآورده می شود اگر برای تفسیر غریب باشد، یک کلمه غریب باشد، سخن نافهمه باشد، کلمه بیگانه باشد، برای شرح و تفسیرش فإنه غیر ممنوع، چون که این حرام نیست. ولذلك فعله الزهری و هو من الائمه. حالا بنابراین زهری این کار را کرد و حالا که از امام ها هست، امام ثقه هست، معتمد است، لیکن مدرج کرد. مقصودش بیان سخن پیامبر علیه الصلاة و السلام بود. اشهر المصنفات فیه، مشهورترین مصنفات در این باره. برادرای عزیز وقتی که این کلمه های میخونید تدبر کنید. اشهر المصنفات فیه، مشهورترین مصنفات در این. ببینید علما فقط حلال و حرام بیان نکردند، درباره مدرج حدیث جمع کردند. شاید بعضی شما مدرج نو شنیدید، لیکن علما درباره مدرج کتاب نوشتند. الف الفصل للوصل المدرج من فی النقل للخطیب البغدادی. از آن خطیب بغدادی است کتاب الفصل للوصل المدرج فی النقل، یعنی جدا کردن پیوست شده در از مدرج در نقل. نام کتابشون همین گونه نام ماندن. مقصد حدیث هایی که مدرج است همشه در اونجا جمع کرده، حکم کرده که همین حدیث فلان عبارش مدرج است. با اون تقریب المنهج بترتیب المدرج لابن حجر، تقریب منهج و ترتیب مدرج از آن ابن حجر العسقلانی هست. و هو تلخیص لکتاب الخطیب، این تلخیص است یعنی ملخص کتاب خطیب است. و زیادت علیه و زیادتی کردند، یعنی از کتاب خطیب بغدادی و اضافگی های کردند. این بود درباره مدرج. والله تعالی اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.